سلام دوستان. همین الان واسه ما 3 تا فیلم اومده از 3 تا پناهگاه از کرج که هر کدومشون 150 220 و 100 تا سگ نگهداری میکنن. 3 تا پناهگاه است. هر 3 تا هم از کرج که حالا یکیش هشگرده، 2 تا هم اطراف کرج. اینا همه درخواست غذای خوش کردن و همشون هم بچهای بیمار دارن، معلول دارن، بچه‌هایی که مردم میارن شهرداری میارن اونجا جمع‌آوری میشه و خدا خیرشون بده. فضاشون هم بد نیست، خوبه و همه عقیم سازی شده است. الان با کمبود غذا مواجهن دیگه، شرایط اقتصادی کشورمون هم که میبینید. ما میخوایم براشون غذا بفرستیم. خواهشاً اگر شما هم تمایل دارید با ما همراه باشید که بتونیم براشون کلی غذا بفرستیم. 3 تا پناهگاه که به امید خدا هر چقدر بشه ما به نسبت به تعدادشون براشون غذا میفرستیم. دم شما گرم. الان ببینید دوستانی که خارج کشورن، شما ببینید با 20 دلار راحت میشه یک کیسه غذای بزرگ فرستاد. با بیا قربونه. یعنی شما راحت فکر کنم هر 10 دلار حدوداً 10 دلار یک کیسه غذای 10 کیلویی میشه، 20 دلار یک کیسه غذای بزرگ میشه و همینطوری پاپی و بالغ و اینا هستش. حالا دم شما گرم. ما میخوایم براشون غذا بفرستیم. البته از همون تهران، اینا حالا برای بچهای خودمون همینجاست، گفتم نشون بدم. از همون تهران که بچهای پخش هستن براشون میخوایم بفرستیم. دم شما گرم. با ما همراه باشید و حتما باز میگم یادتون باشه اگر میخواید از طریق پیپال اقدام کنید هیچی ننویسید، به هیچ وجه اسم شهر ایرانو یا خود اسم ایرانو اصلا ننویسید. درود به گروه سزار عزیز. اینجا واقع در کرج که 150 تا بچه معلول و کور و سالم داریم. واقعا کمبود غذا داریم. ممنون میشم از گروه سزار عزیز به این بچه هم کمک کنن. اینم بچه کورمونه، اینم یه چش نداره، اینم یه چش نداره. دست گروه سزار درد نکنه. این فیلم رو میگیرم برای گروه سزار. اینجا جانپناه توتیاس واقع در کرج. 220 قلاده سگ تحت حمایت ما هستن اینجا و ما درخواست کمک داریم از گروه سزار برای دریافت غذای خشک برای بچه ها. جان من ممنونتون میشیم ما رو توی این مسیر همراهی کنین. قربونتون برم. متشکرم. درود دوستان عزیز. این فیلم رو میگیرم برای گروه سزار. اینجا هشگرده. ما اینجا سگای معلول داریم، پا ندارن، دست ندارن، کورن و ازشون نگهداری میکنیم. از گروه سزار خواهش میکنیم برامون غذای خوش بفرستن. کلی کوچولو هم داریم اینجا هستن. این بچه ها ناقصن. الان نگاه کنید یه دونه پا نداره. اینجا هم یه قسمت دیگه از نقاهتگاهه. مامان وایسا به دخترم. اینجا محوط همونه. اونا اتاقایی هستن که توش امداد میکنیم. اون تو الان اکثر سگا مریضن، امدادی هن. اینجا محوط همونه.